در نتیجه یک صدمه مرگبار در شهر وحدت 2 نفر جان باخته، 2 کس دیگر در بیمارستان بستری کرده شدند. مقامات کارهای داخلی گفتند حادثه روز 30 مارس روی داد. به اطلاع رسمی راننده 71 ساله بای محمد آدینایف اداره ماشین را از دست داده باعث به صدمه شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اطلاعیه گفت آدینایف سوار لکسوس 350 هنگام حرکت در روبروی بازار افتسنسی شهر وحدت به خودرو تمغه مرسدس بنز برخورده است. بعد صدمه او خواسته است ماشین را به قفا حرکت دهد، ولی ساکنان در ایستگاه ایستاده را پخش کرده است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این حادثه 2 زن پیاده‌گرد فیضیما خالمراد به 37 ساله و خیرامان کامل به 47 ساله جان دادند و 2 نفر دیگر بستری شدند. شاهدان نوار لحظه صدمه را به رادیوی آزادی فرستاده و گفتند راننده ماشین بیماری قند داشته، با خروج این بیماری نظارت ماشین را از دست داده است. هنوز نزدیکان فوتیده ها و مجروحان در رابطه با این حادثه اظهار نظر نکردند.